درود دوستان، شما در کانال مشتی تاجیکی قرار دارید. خبرهای ورزشی. دیروز در قزاقستان 11 اپریل در لیگ IBA نامد سه ورزشگری تاجیک اشتراک داشتند و شروع میکنیم از سفرعلی رجبوف، بچه‌ای مایده کوچکی که با یورالی بایقوبیلوف از ازبکستان در رشته بوکس ورزش کردند. متاسفانه سفرعلی رجبوف باخت این مسابقه را و خاطررسان میکنم که یورالی بایقوبیلوف از ازبکستان بر ضد عبدالرزیق تاجیکستانی هم دست بالا شده بود. سفرعلی رجبوف یکمین محاربه اش بود و خیلی خوب هم نشان داد. انشالله که اگر شاید که اونا دوباره واخورند، شاید که سفرعلی رجبوف دست بالا شود. به هر حال با او بردباری ها خواهانیم و انشالله که در آینده خیلی بوکسری خوب هم میشود، چون که یکمین چیش بود و خیلی خوب نشان داد بوکس رو. و دلشاد نورقوزیف شو تایم از ارمن اشیموف شکست خورد در راوند اول واسطه نکاوت تکنیکی و خیلی آدما میگن که این همین ضربه رو تا چخیل بگم، همین ضربه در دلشاد نورقوزیف رسیدگی نبود و نورقوزیف افتاد و میتونست که دوام تیا جنگ رو و همون داور این جنگ رو منع کرد که با گمانه که دلشاد نورقوزیف نمیتونست که دیگه دوام تیا جنگ رو و به همین خاطر با تاریخ نکاوت تکنیکی جنگاور قزاقستان ارمن اشیموف دست بالا شد. سیوم باشد در جنگ اساسی برای کمربند اسرار اکبرخوجاєف از تاجیکستان بر ضد ایدوس ژاپاربگینوف از قزاقستان جنگ کردند و در این جنگ اساسی برای کمربند IBA نامد و من فکر میکنم که اسرار از تاجیکستان برد این جنگ رو از طریق خالها، چون که خیلی موفق هم بود در راوند دوم، چهارم، پنجم خیلی موفق بود، خیلی ضربه های قوی میزد و حالت هایی بود که شاید که به نظر می رسید که ورزشگر قزاق قریب که از پا می افتاد و متاسفانه داوران این مسابقه رو مساوی حساب کردند و کمربند در دستی ورزشگر قزاق ماند و شاید که اونا باری سیوم واخورند حتما و باید این جنگ رو تا آخر نبرد، باید که طریق نکاوت این جنگ رو انجام داد، چون که این مسابقه در قزاقستان بود و همه داوران طرفداری ورزشگر قزاق بودند و با او کمک کردند. متاسفانه این ورزش است. و دوستان امروز باشد در سنت پتربورگ روسیه برای داوطلبی برای کمربند ACA اوسیمخان رحمانوف می جنگد. ما او را دستگیری میکنیم، امیدواریم که امروز او دست بالا می شود و محاربه دیگرش رو برای کمربند ACA می جنگد و اگر که اوسیمخان رحمانوف امروز دست بالا شود، ما حتما او را برای جنگیدن برای کمربند ACA می بینیم و امیدواریم که این یکمین قهرمان از لیگ ACA تاجیک می باشد. و دوم جنگاور دیگر حافظ ساکیبکوف، اورم امروز در لیگ ACA می جنگد و این بهترین جنگاور است و ما در خاطر داریم که او برای جنگی بفیرم که همون جنگی بگاه بود یا که جنگی سال انتخاب کردن جنگی او را و با او $50,000 توفه هم کردگی بودند. برای همین حافظ ساکیبکوف حتما امروز ما امیدواریم که او دست بالا می شود. دوستان، اوسیمخان رحمانوف و حافظ ساکیبکوف را دستگیری کنید، دعا کنید که آنها امروز در لیگ ACA در سنت پتربورگ دست بالا شوند. من حتما فردا با شما نتیجه این جنگ ها رو میرسانم. در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتان باد تا امیدی دیدار.